1 شهریور سال 1361 دسته جندالاه سپاه انقلاب اسلامی آماده عزیمت به سمت روستای حکی می شوند. روستای حکی روستایی کوچک واقع در دهستان ترگور از بخش سیلوانا در 39 کیلومتری غرب شهرستان ارومیه است. اطلاعات به دست آمده حاکی از حضور گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب کمله و دموکرات در این ناحیه است. وظیفه رزمندگان اسلام پاکسازی منطقه از عناصر ضد انقلاب و تغییر فضای فکری منطقه است. از این رو در کنار نیروهای عملیاتی واحد تبلیغات سپاه نیز حضور دارد. به محض ورود نیروها به منطقه، روستای حکی از 3 محور به محاصره نیروهای سپاه در می‌آید. نیروهای یکی از محورها با مشاهده عناصر ضد انقلاب در اطراف روستا با RPG و تیربار به سمت آنها تیراندازی می‌کنند و تلفاتی از دشمن می‌گیرند و دشمن مجبور به عقب نشینی می‌شود. ولی محور دوم که نیروهای تبلیغات و تعدادی از رزمندگان گروهان ویژه عملیات بودند، قبل از اینکه جناح چپ و راست به هم ملحق شوند، به روستا نزدیک می شوند و بی‌خبر از کمین دشمن در اطراف روستا به محاصره نیروهای ضد انقلاب در می آیند. درگیری اوج می گیرد. رزمندگان با تمام توان با دشمن مقابله می کنند، ولی تعداد نیروهای دشمن بیشتر است. پس از به اسارت گرفتن پاسداران، آنها را شکنجه روحی و روانی می کنند. از آنها می خواهند که به عقاید و باورهایشان توهین کنند. ولی از آنجایی که ایمان این مردان الهی شکستنی نیست، تروریست ها خوی وحشیگری و جنایات خود را برای تاریخ ثبت می کنند. آنها با انواع روش ها از قبیل میخکوب کردن بدن به زمین، ریختن آب جوش به سر و بدن و فرو بردن میلگرد داغ به چشم و بدن، این بزرگمردان را شکنجه کرده و به درجه رفیع شهادت می رسانند.